به نام خداوند بخشنده مهربان نهایت با رحم. در زمان پیامبر خدا درود بر او، در مدینه منوره در بازار شهر پیرمرد یهودی نابینای بود که روزگارش را از پشت گدایی می گذراند. این پیرمرد از روزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره آمد، مثل دیگر یهودان در دلش کینه و حسادت بر او داشت و پیوسته از زبانش دشنام و ناسزاگویی بر پیامبر خدا شنیده می شد. این خبر به گوش پیامبر خدا رسید و به بازار رفته پیرمرد را یافت. چون او پیامبر راستین و دارای اخلاق والایی که قرآن کریم او را ستوده بود، مثل دیگر انسانها نرفت تا او را تنبیه بدهد و یا با او به جدال پردازد، بلکه رفت و طعام خریده به دستان خود او را طعام داد. چون پیرمرد از طعام خوردن فارغ شد، دعای نیک نموده گفت: انسان خوب بوده ای، خداوند نگهبانت باشد. پیامبر خدا به آن که خود را شناس نماید از نزدش دور شد و این کار را تا آن زمان که بستری شد و بعد آن که از دنیا رحلت نمود هر روز ادامه میداد. بعد آن که پیامبر خدا از دنیا گذشتند، چند روز بعد ابوبکر صدیق خداوند از او راضی باشد، آن خلیفه و یار با وفای رسول خدا، به نزد مادرمان عایشه صدیقه آمد و گفت: دخترم و ای نور چشمانم، آیا سنت هست از سنت های پیامبر خدا علیه السلام که من او را انجام نداده باشم؟ عایشه صدیقه گفتند: تو خود سنت رسول الله و سنت نیست که آن را تو به جان آورده باشی مگر یک سنت و کار او. ابوبکر صدیق پرسیدند: آن کدام سنت است دخترم؟ عایشه صدیقه گفتند: پیامبر خدا عادت داشتند که هر صبح اول به بازار شهر می رفتند و آنجا پیرمرد یهودی است که نابینا است و نادار است، او را طعام می دادند، آنگاه به کارهای دیگر خود مشغول می شدند. ابوبکر صدیق در حال برخاست و به بازار رفت. پیرمرد نابینای یهودی را یافت و طعام خریده با دستان خود به دهانش می گذاشت. با اولین لقمه‌ای که پیرمرد از دست او خورد، در خشم آمده با آواز بلند گفت: تو کی هستی ای مرد؟ ابوبکر صدیق گفت: من همانیم که هر روز برایت طعام می دادم، چند روز نبودم، اینک دوباره نزدت آمدم. پیرمرد گفت: نه، تو آن مرد نیستی، تو کسی دیگر هستی. ابوبکر صدیق گفتند: آره، من یکی از دوستان و یاران او هستم، ولی تو از کجا دانستی که من او نیستم؟ چون تو نمی بینی و من همان کاری را کردم که او می کرد. پیرمرد گفتند: وقتی آن مرد می آمد بوی خاصی داشت که بویش برایم آشنا شده بود و هم دستانش با طراوت بود و راحت بخش. این چونین پیش از آن که لقمه را بر دهان من گذارد آن را با دستانش ملایم می کرد. این چیزها را در تو ندیدم و دانستم که تو دیگر کسی هستی. ابوبکر صدیق دیگر خود را داشتن نتوانست و با آواز گریه نموده گفت: او محمد صلی الله علیه و سلم بود، رسول خدا بود، چند روز است که از عالم گذشته است. آیا نشنیده ای؟ وجود پیرمرد نابینا را لرزه گرفت و گفت: چی گفتی؟ او محمد بود؟
پیامبری مسلمانان بود؟ وای بر من چه کار کردم؟ او را دشنام می دادم و ناسزا می گفتم و او مرا با دستانش آمده طعام می داد، در حالی که دشنام و ناسزاگویی مرا می شنید. و با آوازی بلند به گریه کردن شروع کرد و آوازش از گریه به ندامت و پشیمانی کردار زشت خود بلند بود و اندامش می لرزید. پیرمرد با این حال به ابوبکر صدیق روی آورده گفت: دستانت را بده تا کلمه شهادت را به زبان آرم و به مسلمان بشوم، تا شاید خداوند از گناهانم درگذرد و ما را با ایمان از این دنیا ببرد. و آن زمان پیرمرد یهودی نابینا مسلمان شد. آره برادر و خواهر گرامیم، این بود یکی از قصه های دیگر از روزگار آن بهترین فرزند آدم، آنی که وصف اخلاقش را تنها پروردگار عظیم الشأن بیان کرده و انسانیت از وصف آن عاجز است. دوستان عزیزم، با شما بودم. بنده عبدالله از شما خواهش میکنم تا فکر و عقیده های خود رو در زیر این ویدیو بنویسید. یک و یک شما را از برای الله دوست میدارم. تا قصه های آینده دعاگوی بنده